بعضی از روزه‌دارا با روزشون، با نمازشون کمک به دیگران میکنن، خودشون هیچ سودی از روزشون نمیبرن. طرف بدهکار داره روزه میگیره، پولم داره، مغازش هم فعاله، بدهیش نمیده، قرضش نمیده، این روزش مال خودش نیست، فقط گشنگیش مال خودشه، اما ثواب به اون بده طلبکارش میدن. طرف روز حج غیبت داره میکنه، این ثواب نماز و روزش مال خودش نیست، فقط خم و راست شدن و تشنگی و گرسنگی مال خودشه، اما ثوابش میدن به اون کسی که غیبتش کرده. سبحان الله. میگه من 30 تا روزه گرفتم، روز قیامت میگه تو مفلسید، من اینقدر نماز میخونم تو فقیرید، مفلسید، همش غیبت میکردید، حق و ناس به گردنت بود. ارزیابی، حساب و کتاب. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ایمانش سنگین‌تر از ایمان امت بود، میگه اگه روز قیامت یه پام تو بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امن تو مکر الله، بازم امان در امان نیستم از خداوند تا اینکه هر دو تا پام بذارم تو بهشت. و بالاتر از همه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ کسی با عملش به بهشت داخل نمیشه مگر اینکه رحم خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی تو یا رسول الله؟ گفت حتی من، اگر خدا به من رحم نکنه. تواضع رو ببینید، فروتنی رو ببینید.